محض سرودن همین ترانه بود که در عالم صنعت برای نیگینا گشوده شد. در اوج سرود کمتر نوجوری بود. خودم هم حس کرده بودم. نیگینا سراول سرایانده شد و پس آن دانشجو، اما رشته تحصیلش دیگر بود. نیگینا چگونه معلوماتی صنعت را به دست گرفته است؟ ختم کردم دانشکده санъати به نام میرزا ترسونزاده. در بخشی؟ در بخش رژیسور. کارگردانی. نه یک بلکه چندین ترانه بود که آن همه برای مردم کشور دوست داشته گردید. سرودهای لیریکی او سرشار عشق و محبت است. سرودن محض همین ترانه نیگینا از جانب آوازخوان‌های خارجی و رعایت کردن حقوق مؤلف این بانی هنر رو نگران کرده است. در آغوش تو میمیرم. اقلاً گویند که آهنگ کی است؟ در برنامه نوبتی هنر با سرانده خوش‌آواز نیگینا آمونقولووا. نیگینا بونو رو در دیگر образ به خال میبینیم. موی و پریشان در دست کبوتر و کبوتر رو دوست می‌دارید؟ بله دوست می‌دارم. در تلویزیون دوشنبه با هم هستیم. تو پیدا شدی منم یه شیدا شدم. شام یکشنبه تنها در تلویزیون دوشنبه. شدم